مبلغ پرداخت نشده استفاده برق در ناحیه دنقره به 40 میلیون سامانی نزدیک می شود. این قرض از سال به سال جمع شده امروز به چنین مبلغ رسیده است. رهبران شبکه‌های برق میگویند قرار است تا آخر سال این قرض کم کرده شود. قرضداری نیروی برق اون از داشت سالهای گذشته 39 میلیون 358 هزار تشکیل می‌دهد. از این قرضداری در 6 ماه با مقدار 3 میلیون تومان یعنی زیاد شده است. در این سال یعنی که نقشه‌گذاری هست است تا آخر سال این قرض یعنی که پرداخت کرده می‌شود. رادیوی آزادی بر روی خط دست یافت که بر پای آن در دنقره هیچ مؤسسه نیست از پول برق قرضدار نباشد. دانشگاه طبی ختلان در زینه هشتم همین فهرست است، اما سران دانشگاه میگویند که این را نباید قرض حسابید. وابسته به قرضداری من گمان میکنم که مؤسسه‌های دولتی وابسته به هر یک کوارتال هیچ وقت قرضدار گفتن ممکن نیست، چون که درآمد اساسی دانشگاه یا اینکه همین مؤسسه‌های عالی این از حساب پرداخت دانشجویان شهرداری است. حالا در دانشگاه پرداخت پول برق، آب و خدمات زیست را از حساب درآمدش میدهند. درآمد دانشگاه‌ها از حساب شرطنامه دانشجویان پولکیش است. تا این وقت قرض دانشگاه به 204,000 سامانی رسیده بوده است. که شما تصور کنید در یک ماه اول یا ماه منمون اپریل شما اگر به قسمت بودجت دانشگاه نقشه گرفتگی باشد و مبلغ وارد نشود، البته باید برای ماه دیگر برای ما در نزد برق، در نزد انداز و دیگر آب و کاریزی قرض حساب می‌خورد. اما رهبر شبکه‌های برق دنقره گفت از همه بیشتر کارخانه‌های صنعتی قرض برق دارند. با گفته زیارتشاه ابراهیم زاده تا 60-70 هزار سامانی پول برق حساب می شود. اصلا اصلا کارخانه‌های یعنی که گروه یک صنعتی حجمی 60,000 70,000 سالواری یعنی که برق دارند. همین در اون با سالوهای بعضی وقت با سعودو نرفتن محصولاتشون یعنی که قرضداریشون سریع وقت یعنی که پرداخت کردن باشد، اما در ماهای اخیر یعنی که پرداخت پذیر رو نظر رسید نمی‌شود. حالا معلوم نیست جدول پرداخت قرض چگونه است و تا آخر سال پرداخت می شود یا نه. اما قرض برق نه تنها در دنقره بلکه در تمام ناحیه‌های منطقه رو به زیاد شدن دارد. این همچنین از حساب افزایش نرخ برق نیز روی می‌دهد. همین است حکومت جمهوری نصب حساب کنک‌های بیلینگی را به راه مانده است. با گفته آنها در صورت پرداخت نکردن پول برق حساب کنک به طور خودکار برق را خاموش می‌کند. حالا نصب این حساب کنک‌ها در دنقره هم جریان دارد، اما قرض‌های گذشته چگونه پرداخت خواهند شد تاکنون نامعلوم باقی می‌ماند. در گذشته بعضی از چنین قرض‌ها بخشیده شدند.